ایمان به عذاب قبر که ما در اینجا قرار گرفتیم درس گذشته از کتاب شرح اصول سنه از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. ایمان به عذاب قبر. امام احمد رحمت الله علیه میفرماید که والایمان بعذاب القبر، و ایمان آوردن به عذاب قبر، و ان هذه امه تفتن فی قبورها، و اینکه این امت در قبرهایشان در فتنه گرفتار میشوند. و تسأل عن الایمان والاسلام و من ربه، و از ایمان اسلام سوال کرده می شود. تسأل، و از ایمان اسلام سوال کرده می شود و پروردگارش کیست، همچنین و دینش چیست. و یعطیه منکر و نکیر، و منکر و نکیر این دو ملائک به نزد او می آید. کیف شاء الله، چگونه که الله خواسته باشد، و کیف اراد، و چگونه که اراده کرده باشد. و الایمان به و تصدیق به، ایمان آوردن بر این موقف و تصدیق بر این چون از امور اعتقادی است. حیاتی که انسان در آن عمر به سر میبرد بر سه قسم اساسی تقسیم می شود. اولا زندگی دنیا که با مرگ تمام می شود. دوم حیات برزخ که پس از مرگ تا روز قیامت ادامه می بود. سوم زندگی آخرت که پس از احیا شدن مردم از قبرهایشان یا به بهشت که از الله سبحانه و تعالی فضل میخواهیم که ما را از اهل بهشت قرار بدهد، یا به جهنم و سوی الله سبحانه و تعالی از این جهیمی که آماده شده است پناه میبریم. پس زندگی برزخ است، و زندگی برزخ آن زندگی است که پس از مرگ انسان تا به برانگیخته شدن تا با دمیدن سور در آنجا قرار میگیرد. چی باشد که انسان در زیر خاک دفن کرده باشد، چی باشد که انسان سوزانیده شده باشد، چی باشد که انسان را حیوانها و وحشی‌ها خورده باشند، به هر حالی که مرده باشد این از برزخ خلاصی نمی‌یابد. حیات برزخ نه تنها برای آن کسانی که دفن می‌شود است، بلکه برای همگان است. و آن چیزی که به این زندگی دلالت میکند چیزی است که از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که او صلی الله علیه و سلم پس از گذاشتن مرده در قبر گفتن که صدای کفش‌های اهل خانواده اش رو میشنود. پس این امرهای برزخی و نعیم آن یا که عذاب آن بعد مرگ در داخل قبر انسان از کدام حالتی که باشد، از کدام طرفی باشد بر وی می آید. یا این قبر باغ از باغ‌های بهشت برای او قرار می گیرد، یا یک چاه چقور از آتش‌های جهنم. پناه به سوی الله. و از جمله دلایلی که قرآن بیان کرده است در بیان اثبات عذاب قبر قول الله سبحانه و تعالی در سوره غافر می فرماید فوقاه الله السیئات ما مکروا، سپس الله مرد مؤمن را از آسیب مکر که فرعون و گروهش برایش اندیشه کرده بودند نگاه داشت. و حاق بآل فرعون سوء العذاب، و فرعون را و آل فرعون را با یک عذاب سخت دچار کرد. غرق شدن در دریا آنها را فرو برد. و قول الله سبحانه و تعالی در بیان اثبات عذاب قبر النار یعرضون علیها غدوا و عشیه، سپس در قبرهایشان به آتش عذاب داده می شوند هر صبح و شام تا روز قیامت. و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، و هنگامی که روز قیامت برپا می شود این آل فرعون را با آلش در آتش جهنم الله می فرماید بیافکنید، پرتایید که بر آنها سخت‌ترین عذاب کرده می شود. که روز قیامت برپا می شود به فرشتگان ندا کرده می شود که خاندان فرعون را به سخت‌ترین عذاب درآورید. این جزای اعمال بد آنهاست که در این دنیا کسب کرده بودند. و امام قرطبی در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که اکثریت بر این اعتقاد و عقیده هستند که در قبر انسان عذاب قبر حقیقی است، حقیقت دارد. و این آیه کریمه را می‌فرماید که این دلیل حقیقی تصدیق عذاب قبر است. تفسیر قرطبی مجلد 15 صفحه 318. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه میگوید که این آیه کریمه اساس بزرگ است برای خلاصه اهل سنت در بیان عذاب برزخ، عذاب قبر. و همچنین آیت زیرین که تلاوت میکنیم بر عذاب قبر هم اشاره میکند. الله میفرماید که سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظیم، و آنها را دوبار عذاب خواهیم کرد به قتل و اسیر گرفتن در دنیا
و در آخرت عذاب بزرگتری. بسیاری از سلف که ما آنها را 2 بار عذاب میکنیم و در آخرت عذاب بزرگتر بر بالای سر آنها میآوریم گفتن که این آیت همچون دلیل عذاب قبر استدلال می شود. و مجاهد در تفسیر این آیت فرموده است که با گرسنگی و عذاب قبر، عذاب سخت را در روز قیامت منتظر می باشند را تفسیر کرده است. و از قتاده نیز از حسن بصری از ابن جریح روایت است که فرمودند عذاب دنیا از عذاب قبر، عذاب دنیا و عذاب قبر و آنگاه آنها به عذاب بزرگتر که آخرت است قرار میگیرند. و امام بخاری رحمت الله علیه نیز به این آیه که تلاوت شد دلیل گرفتن در بیان عذاب قبر. اما از جمله دلیل‌ها از سنت در بیان اثبات عذاب قبر از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث را بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجه روایت کردند، فرمودند که در حقیقت هر یک شما پس از مردن در قبرش صبحگاهان و شامگاهان جایگاهش نشان داده می شود و اگر شخص از اهل بهشت باشد بر او نشان داده می شود اهل بهشت و اگر شخص از اهل جهنم باشد آنگاه در میان اهل جهنم بر او نشان داده می شود و بر او گفته می شود که این جای تو است، این جای تو است. انا همین موضعی که این موضوع قرار داره در این عالم برزخ این جای تو است و الله سبحانه و تعالی تو را در روز قیامت زنده گرداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز از نمازها را نمی خواندند مگر اینکه از عذاب قبر به سوی الله سبحانه و تعالی پناه می بردند و بر امتش تعلیم داده گفتند که اذا فرغ احدکم من تشهد الاخر، هنگامی که یکی از شما از تشهد آخر فارغ شد آن را به اتمام رسانید فلیتعوذ بالله من 4، به سوی الله از 4 چیز پناه جویی کند، پناه ببرد. من عذاب جهنم، از عذاب جهنم، از عذاب قبر، از فتنه حیات زندگی و مردم و از فتنه مسیح دجال. اینجا بیان میگردد که عذاب حق، عذاب قبر حق است. حتی برخی از علما گفتند که برای ما، برای این امت، برای مردم واجب است که این دعا را بعد هر تشهد بخواند، تشهد آخر. و رسول الله صلی الله علیه و بر صحابگان و یارانش میفرمود که استعیذوا بالله من عذاب القبر، از عذاب قبر به الله پناه ببرید، فان عذاب القبر حق، بدرست که عذاب قبر حق است. در سلسله الصحیحه تحت رقم 1040 حدیث رو، حکم حدیث رو حسن گفتن، خوب گفتن. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود 2 پیرزن از زنان یهودی مدینه نزد من آمدند و گفتند مردگان در قبر عذاب و شکنجه کردن میشوند. عایشه میگه من آنها را رد و تکذیب کردم، من آنها را اعتراف کردن نمیخواستم، چون آنها رفتند به نزد رسول الله آمد و میگه به رسول الله گفتم یا رسول الله 2 پیرزن از زنان یهودی مدینه نزد من آمدند و گمان کردند که مردم در قبرهایشان عذاب کرده میشوند و رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقت گفتند هر دی آنها درست گفتند، اینهم یعذبون، مردگان در قبرهایشان عذاب میشوند، مورد عذاب قرار میگیرند. عذابا تسمعه بهائم كلها، تمام عذابی که تمامی حیوانات این عذاب رو میشنوند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که پس از این حادثه هرگز پیامبر را در نماز ندیدم مگر اینکه از عذاب قبر به سوی الله سبحانه و تعالی پناه میبرد. روایت احمد و ابی داود. و همچنین از برای ابن عازب رضی الله عنه روایت است که گفت ما با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از انصاری ها بیرون شدیم تا یک جسد مردی را در خاک سپاریم و به قبر رسیدیم در حالی که لحد آماده نبود و حرف آن به آخر نرسیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و ما نیز در گید رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستیم گویا اینکه در بالای سر ما پرنده باشد. تکان نخوردیم، یعنی آرام گرفتیم و در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چوب بود و رسول الله این چوب را در زمین میزد، سپس سرش را بلند برداشت و 2 یا 3 بار گفت استعوذ بالله من عذاب قبر، ای مردم از عذاب قبر به سوی الله پناه ببرید. گفتن روایت مسلم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میفرماید که در مورد عذاب قبر و مسئله های منکر و نکیر در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و بسیار روایت های صحیح آمده است. در مجموعه فتاوا چنین ذکر نموده. ابن رجب رحمت الله علیه میگه که درباره عذاب قبر و پناه طلبیدن از
احادیث رسول الله صلی الله علیه و متواتر به شکل‌های گوناگون آمده است. حافظ الحکمی رحمت الله علیه میگوید که ابتدا به مسئله قبر، فتنه آن، عذاب آن یا که نعیم آن، نصوص شریعت از کتاب و سنت و ائمه اهل سنت و اصحاب و تابعین و تبع تابعین از همه اهل سنت و جماعت در این باره اتفاق آمده است. و از جمله دلیل ها در بیان اثبات عذاب قبر یا که نعیم قبر، الله متعال میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله مؤمنان را در زندگانی دنیا با سبب اعتقاد صحیح و مستحکمشون که آن گواهی دادن بر این کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله است، در قبر در جواب دادن سؤال منکر و نکیر استوار میگرداند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. و الله ظالمان را در دنیا و آخرت رسوا میگرداند. و یفعل الله ما یشاء. و الله هر چی که بخواد آن را انجام میدهد. پس مسئله های اعتقادی در بیان عذاب قبر، عذاب و نعیم قبر از جمله اعتقادات اهل سنت و جماعت است و این کار آن کفر است. و هر کی اگر عذاب قبر یا که نعمتی که در قبر داده می شود این کار کند کافر است. کفر بزرگ است که صاحبش را از اسلام بیرون میکند، چون دلیل عذاب و نعیم قبر و کتاب و سنت و اجماع صحابه و امت اقرار کردگی هستند، چون یک بیان کردیم. پس انسان ها در قبر به سه طایفه تقسیم می شوند. انسان ها در قبر به سه طایفه تقسیم می شوند. طایفه ای که عذاب آنها در قبر دائمی است و آنها کافران و منافقانند. عذاب آنها در قبر دائمی است و آنها کافران و منافقانند. طایفه ای که در قبر عذاب نخواهند شد و طایفه از مؤمنان که در قبر شکنجه و عذاب میشوند و با دعا کردن در حق آنها، اینها باشد که الله حال آنها را آسان کند یا که عذاب را از بالای آنها برداشته کند، یا با سبب عملهای نیکی که کرده بودند یا سبب عملهای نیکی شرعی که خانواده آنها در حق آنها کردند، نه بدعت و گمراهی ها، آنها آزاد یا که عذاب آنها کم کرده می شود. پس دلایل و نصوص صحیح دلالت بر آن میکند که عذاب عمومی قبر سه است. عذاب عمومی قبر سه است. یکی غیبت، دیگر نمیمه سخنچینی، دیگر پیشاب تازه نکردن خود بعد قضای حاجت به اهمیتی در آن و نسبت آن. خوب گوش بدهید. سبب عذاب قبر، عمومی عذاب قبر، یا که غیبت است، یا که سخنچینی است، یا که توزیع نکردن خود بعد پیشاب، یا که خوب توزیع نکردن خود. اما درباره کودکان که در قبر پرسیده میشوند که یا نه، علما در این مورد اختلافی نظر دارند. قول اول گفتند که عمومی دلیل ها بر این است که آنها پرسیده میشوند و توفیق جواب دادن را از جانب الله سبحانه و تعالی، جواب درست را الله برای آنها میدهد و این درست ترین قول هاست. و قول دوم پرسیده نمیشوند. پس مرد و زن در قبر پرسیده میشود. نعیم یا که عذاب قبر از امور غیبی هست که ما بر آن باید تصدیق جازم داشته باشیم، باور کامل داشته باشیم. در قبر آنگونه که روح عذاب می شود، جسم هم عذاب می شود. اگر روح نعمت داده می شود، بدن هم نعمت داده می شود. و سندهای صحیح، دلایل صحیح دلالت می کند که نام دو فرشته ای که در قبر بندگان رو میپرسند منکر و نکیر هستند. بعضی از روایت ها سیاه و کبودند. پس نصوص های صحیح دلالت می کند که اعمال انسان در قبر نزد بنده می آید. عمل های بنده به یک صورت نزد بنده می آید. اگر بنده نیکوکار بود با صورت زیبایی، اگر بنده بدکار بود با یک صورت بدی، به نزد او حاضر می شود. امام مسلم و احمد و دیگران ثابت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 بار از عذاب قبر پناه بردند. برای همین گفتند که این در نماز تاکید شده است. و سوال میشد که آیا مرده میدوند که در سر قبرش هنگامی که برای زیارت او میآیند آیا از این خبردار میشود یا نمیشود؟ و ابن قیم رحمت الله علیه گفتند مرد انسان در قبر میدوند که چه کسی او را زیارت میکند و از دعایش بهره خواهد برد. اما مرد میدوند که چه کسی او را زیارت میکند، این دلالت نیاز بر دلیل است. اما دعایش از دعای بنده که در حق مرده دعا میکنه بهره میبرد، این با نص صحیح ثابت شده است از احادیث رسول الله. و
زیارت کنندگان قبر، زیارت کنندگان هنگام زیارت مردگان بر قبرستان ها می روند، اولا بر آنها سلام می دهند، در حقشان دعا می کنند و در بالای قبر رفت و آمد نمی کنند و نااحترامی را از نااحترامی دور قرار می گیرند. و شیخ الاسلام فرمودند که زیارت قبر دو نمود است. زیارت قبر دو نمود است. یکی از آنها زیارت سنتی شرعی که هنگامی که از برای زیارت قبر می روید در سلام می دهی به آنها، السلام علیکم ای اهل دیار، ما انشاءالله که بر شما ملحق می شویم، و در حق مرده دعا میکنی، از الله طلب مغفرت میکنی در حقش. اما دوم زیارت غیر شرعی، زیارت بدعتی و حرام که انسان میرود از برای دعا از مرده، طلب دعا از مرده، که این شرک و کفر است، یا که طواف در اطراف قبرها، یا که بزرگان و صالحان، یا که دیگر عملهای بدعتی را که در آنجا شروع میشود انجام میدهند. و سوالهایی که شخص در قبر پرسیده میشد بر همگان و هیچ کس پوشیده نیست. پروردگار تو کیست؟ تحقیق توحید است. توحید رو خوب آموخت تا که بر این سوال جواب داده توانی. و دین تو چیست؟ تعلیم گرفتن دین، آموختن دین که بر اون سوال جواب داده توانی. و پیامبر تو کیست؟ شناخت پیامبر عظیم الشأن، دوست داشتن او، اطاعت کردن از فرمان روایی های او و باز داشتن نفس خود از بدعت ها و نوآوری ها، از سنت او پیروی کردن صلی الله علیه و سلم. این است مسائل قبر که انسان نباید در این بی‌پروایی یا که بی اهمیتی نماید. و سپس ایمان آوردن به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، ایمان آوردن به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مؤلف رحمت الله علیه می‌فرماید که ولی ایمان بشفاعت النبی، ایمان آوردن به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بقوم یخرجون من النار بعد ما احترقوا، و ایمان آوردن بر این که بعد آنه که مردمانی که در آتش سوختن، خاکستر شدن، از آتش برآمدن آنها و صاروا فحما، مثل خاکستر شدن، فیؤمر بهم الی نهر علی باب الجنه، بر آنها امر کرده میشود آوردن میشوند به یک دریایی که در نزد درای جنت قرار دارد. کما جاء فی الاثار، چون در اثرها آمدگی است. کیف شاء الله، چونه که الله بخواهد، چگونه که الله بخواهد. به درستی ایمان آوردن به این و تصدیق این اوامر، اعتراف کردن، این از دین و ایمان است. در حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه اشاره میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یدخل الله اهل الجنه جنه، الله اهل الجنت رو بر جنت وارد میکند، و یدخل من یشاء برحمته، و هر کس را بخواهد با رحمتش او را داخل میگرداند، و یدخل اهل النار بالنار، و اهل آتش را به آتش داخل میکند، پناه میبرند به سوی الله از آتش. ثم یقول، سپس میگوید انظروا من وجدتم، نظر نمایید، من وجدتم فی قلبه مثقال حبة من خردل، اگر شما در قلب هر بنده یک مثقال، یک ذره از خردل، از دانه از گندم یا که جو از ایمان یافتید، فاخرجوه، پس او را از آتش جهنم ببرارید، فیخرجون منها حماما قد احتمشوا. الله در اینجا میفرماید آگاه باشید که هر کی در دیدش چون دانه خردل، دانه بسیار خرد است، یک نوع گیاه است، سیاه دانه میگوییم خرد، اگر یک دانه خردل معده خرد اگر که از ایمان میابید، او را از دوزخ بیرون کنید. پس آن کسی که در دوزخ افتاده است با سبب آن ایمانی که داشت، دینی که داشت، بیرون آورده می شود، در حالی که سوخته اند، همچون خاکستر گشته اند، و آنگاه به دریای زندگی، به دریای حیات که در نزد در جنت است، در آنجا انداخته می شوند. هنگامی که در این دریا این انسان‌های جهنمی که انداخته بودن با سبب گناهانشون که مسلمان بودن، اهل ایمان بودن، عمل داشتن که عملی کم داشتن، عمل شرک و کفر نمی‌کردن، زیر دین نمی جنگیدن، برآورده می شوند و در این دریای حیات انداخته می شوند، مثل دانه‌ای که در انداخته می شود و رویده می شود، مثل می روید، مثل آنی که دانه‌ای که هنگامی که انداخته می شود زرد رنگ می شود، گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله، زرد رنگ می شود، زردک می شود، پس می براید، آن همین گونه آدم نشأ و نما انکشاف می یابد. روایت بخاری و مسلم. پس شفاعت در لغت این میانه روی برای دیگران، طلب عفو و یاردم کردن از کسی برای کسی، واسطه شدن برای کسی، و شفاعت کننده کسی است که برای دیگر التماس عفو که التماس یاریدهی میکند. این شفاعت در لغت است. اما شفاعت در اصطلاح باشد، شفاعت به معنای واسطه شدن در جلب و منفعت رساندن یا دور کردن ضرر برای دیگران است.
که این شفاعت فقط با همراهی و اجازه الله و اذن الله سبحانه و تعالی بر شخص شفاعت کننده و رضا بودن الله از او بنده که شفاعت میکند یا که شفاعت کرده شده است. پس حکمت از این شفاعت احترام الله متعال برای شخص شفاعت کنندگان و بالا بردن مقام آنها که از اهل توحید هستند که در روز قیامت با اضافه بخشش الله سبحانه و تعالی و آمرزش الله سبحانه و تعالی برای شفاعت کنندگان است. پس شرطهای شفاعت قبول، شرطهای قبول شدن شفاعتی که الله متعال پذیرفته باشد یا که شفاعتی که در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته شده است با 3 شرط است. شفاعتی که در نزد الله پذیرفته شده است قبول است. یکم مسلمان بودن شخص شفاعت کننده، مسلمان بودن او. دوم رضای الله از شخص شفاعت کننده و شخصی که شفاعت کرده می شود. و سوم اجازه الله متعال برای شفاعت. یکم شخصی که باید شفاعت شد و مسلمان باشد، شفاعت کننده و شفاعت کرده شده هر دو مسلمان. دوم راضی بودن الله سبحانه و تعالی از شخصی که شفاعت میکند و از شخصی که شفاعت کرده می شود. سوم اجازه الله سبحانه و تعالی برای شفاعت. پس قسم‌های شفاعت. اول شفاعت مثبت میگویند. شفاعت مثبت شفاعت است که از الله طلب کرده می شود. شفاعت درست و صحیحی که از الله طلب کرده می شود. که آن شفاعتی که مثبت از الله طلب کرده می شود شرط‌های زیرین دارد. یکم اجازه الله متعال بر شفاعت کننده، بر شفاعت کردن. اجازه الله بر شفاعت کردن. رضای الله از شفاعت کننده. رضای الله از شخص شفاعت کرده شده. کسی که شفاعت میکند و کسی که شفاعت کرده می شود. پس اینا شرط شفاعت مثبت شفاعت است که الله از این شفاعت راضی می شود. اجازت الله به شفاعت کردن، رضای الله راضی است از کسی که شفاعت میکند و اون شخصی که شفاعت کرده می شود و هم الله از وی راضی است و این خاص مؤمنان موحدان است. پس شفاعتی که مخلوق بر انجام آن قادر است 4 شرط لازم است. شفاعتی که انسان بر انجام آن قادر است 4 شرط را لازم است. یکم حاضر بودن او انسان. دوم زنده بودن او انسان، که زنده بودن او، حاضر بودن او، توانا بودن او به این کار و با این اعتقاد که تنها الله سبب است. اما شفاعت منفی باشد شفاعت است که قرآن آن را نفی کرده است. این شفاعت را الله رد کرده است. شفاعت است که از غیر الله طلب کرده می شود در آن چیزی که جز الله با جز الله کسی قادر توان آن را ندارد و حکم این نوع شفاعت شفاعت شرکی است. شرک اکبر است که صاحبش را از دین بیرون میکند. شفاعت از مردگان، از صاحبان قبر، از ولیها، از هر کس دیگری. پس نمودهای شفاعتی که ثابت شده هستند یکم شفاعت فرشتگان، شفاعت پیامبران و مؤمنان، شفاعت فرشتگان، پیامبران، مؤمنان و شفاعت پیامبران از برای مؤمنان و شفاعت پیامبرمون صلی الله علیه و سلم در روز قیامت. این شفاعت است که بزرگترین شفاعت برای اهل موقف، اهلی که در آن روزش 50,000 سال است، در آنجا اولین و بزرگترین شفاعت در صحرای محشر قرار میگیرد. شفاعت اهل بهشت که پس از حساب و کتاب در نزد در بهشت در برای آنها شده نمیشد مگر با شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، با اجازه کوبیدن در رسول صلی الله علیه و سلم. و شفاعت اهل بهشت در بهشت برای بالا بردن مرتبه آنها، و شفاعت برای امتان گناهگار و نافرمان تا از آتش برآورده شوند. شفاعت برای کسی که در آتش در آمدن و از آتش برآورده می شوند. و شفاعت ویژه، شفاعت خاص که این خاص عمک پیامبر ابو طالب است. این آن شفاعت است که تنها عذاب از او کم کرده می شود. عذابی که 2 کفشی که بر وی پوشانده می شود که مغز سر او می جوشد. این خاص ترین است، سبکترین عذاب در آن روز قیامت. این است بیان شفاعت. بارک الله فیکم. اگر زنده و سلامت باشیم درس دیگر ان شاء الله که در بیان اعتقاد و باوری به اینکه دجال می براید و در میان چشمانش کافر نوشته شده است، در بیان دجال برآمدن او، حرکات او و مسئله های بیان
آیین مسیح دجال و هر چیزی که بر این مربوط است از این کتاب مبارک بر شما صحبت خواهیم کرد و همچنین اعتقاد برای که عیسی ابن مریم فرود میآید و دجال رو میکشد و مسئله های بیان عیسی ابن مریم همچنین که در این مورد در این کتاب ذکر شده است صحبت خواهیم کرد. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.